به نظرتون خانوما وفادارترن یا آقایون؟ به نظرم هر کس انسان باشه وفاداره، مرد و زن نداره. حالا با این تجربه‌ای که تا الان داشتین حس می‌کنین که کدومش بیشتر میچربه؟ آقایون. چرا؟ فکر میکنم آقایون بیشتر تو رابطه قفل میشن، شاید تو ظاهر نه ولی وجودن آقایون بیشتر وفادارن. من همیشه فکر میکنم یعنی خانوما خیلی راحت میتونن یه چیزی بذارن کنار؟ خانوما راحت‌تر، همونجوری که راحت میتونن وصل بشن راحت هم کنده میشن، خیلی راحت. ولی آقایون خیلی سخت جدا میشن، کنده میشن از یه رابطه. عمیق‌ترین جنس عاطفه رو شما تو مردها میتونی پیدا کنی، چون ما یک جایی در عمق وجودمون درگیر یک زن میشیم که هرگز زنها اون جا رو لمس نمیکنن در وجود خودشونا، چون ما تو سطح نمیایم که میریم تو عمق. و ممکنه یک مرد رو، میگن روانکاوا اینو میگن، تا 20 سال بعد میتونن درگیر اون رابطه عاطفی باشه، به خاطر اون عمق عاطفه‌ای که ما مردا داریم.